سلام، من امیم و به این مدیتیشن خوش اومدید. قراره که توی این مدیتیشن 10 دقیقه‌ای در همین لحظه حال حضور داشته باشیم. یه جای آروم پیدا کن، صاف بشین، چشماتو به آرومی ببند، نفس عمیق بکش و با هر بازدم هرچی که از قبل توی ذهنت مونده رو رها کن. دم عمیق، بازدم. یه نفس دیگه هوا رو تا ته ببر داخل ریه‌هات و آهسته با دهان بده بیرون. دم عمیق، بازدم. حس کن بدنت آروم آروم داره سبک میشه. این چند دقیقه فقط برای توه، برای بودن بدون عجله، بدون باید و نباید. حالا توجهتو بیار روی احساس بدنت، روی شونه‌هات. اگه تنشی داری آروم رهاش کن. دم عمیق، بازدم. توجهتو بیار روی فکت، روی عضلات صورتت. اجازه بده همشون شل باشن و استراحت کنن. دم عمیق، بازدم. ازت میخوام که ببینی دم چجوری وارد بدنت میشه و بازدم چجوری از بدنت خارج میشه. نفساتو قرار نیست کنترل کنی، فقط قراره که شاهدشون باشی. مثل یک موجی که میاد و آروم میره. دم عمیق، بازدم. اگه فکری اومد، اگه حسی ظاهر شد، قضاوتش نکن، فقط ببینش و بذار با هر بازدمت ازت دور بشه. تو اینجایی، توی همین لحظه، در امن‌ترین نقطه جهان. توجهتو بیار به قلبت، اونجا که آرامش زندگی میکنه. با هر ضربان یک یادآوریه که تو زنده‌ای. این لحظه واقعا در حال اتفاق افتادنه و هیچ چیزی کم نیست. هیچ عجله‌ای برای هیچ چیزی نیست. دم عمیق، بازدم. دم عمیق، بازدم. به صدای اطرافت گوش بده بدون اینکه دنبال معنی باشی. فقط صداها رو بشنو. همشون بخشی از این لحظه‌ان. لحظه‌ای که تو درش کاملا حضور داری. امن، آروم. دم عمیق، بازدم. با هر دم حس کن که آرامش وارد بدنت میشه و با هر بازدم هر چی سنگینیه ازت جدا میشه. تو فقط حاضری، حاضر برای زندگی، برای بودن، برای خودت، برای همین لحظه خیلی معمولی. دم عمیق، بازدم. تو ذهنت یه جمله کوتاه تکرار کن. من اینجام، همینجا، توی همین لحظه. بذار این جمله مثل یک نور ملایم توی تموم وجودت پخش بشه. دم عمیق، بازدم. حالا ازت میخوام آهسته توجهت برگردونی به بدنت، به انگشتات، به پاهات. هر وقت آماده بودی آروم انگشتای دستتو تکون بده، آروم انگشتای پاتو تکون بده و چشمتو به آرومی باز کن.
و این حضور رو با خودت ببر به ادامه روزت. دم عمیق. بازدم.